حضرت عزرائیل علیه السلام که یک ملک مقربه درگاه الهی است، چجوری میشه در آن واحد مثلا جون هزاران نفر رو میخره؟ احسن، بله، ممنون از لطفتون آقای شریف. این سوال خیلی بجاست. با این چیزی که الان گفتیم که حضرت عزرائیل علیه السلام تنها نیست، هزاران ملک کمک او هستند، لذا الزامی نداره خود حضرت عزرائیل بالین هر کسی باشه. اصلا ملک مقرب شأنش اجل از اینی که بالا سر همه بیاد. برای بعضی از افراد ضعیفتر ملائکه پایینتر رو میفرسته، برای افراد قویتر در حد اولیاء الهی خودش میاد. یعنی ما حضرت عزرائیل ممکنه این یک جواب. بله، به فرض حتی اگر ملائکه مرگ متعدد هم نبود، خود حضرت عزرائیل تنها اگر بود بازم این مشکلی نبود، به خاطر اینکه حضرت عزرائیل که مادی نیست بخواد از اینجا بره به اونجا، از اونجا بره به اونجا. ما که تو عالم ماده این وقتی تو این مکانیم دیگه نمیتونیم توی مکان دیگری باشیم، یعنی ما همزمان ولی میتونیم. او که مجرده احاطه به تمام عالم داره. لذا امام صادق علیه السلام از قول عزرائیل علیه السلام نقل کرده که کل عالم در دست من مثل یه سکه است در دست شما. سکه چجوری میتونید این طرف اون طرف قشنگ احاطه بدید؟ احاطه به کل عالم هست.